قندار خجایده که کابل؟ قصه وایم نو کابل هم ششه دا چطور پایتخت هغه ولایت ده. از کابل عروسی میکنی یا از قندهار؟ کندهار سه. دختر قنداری رو میگیری؟ کابلی رو نمیگیری؟ نه. چرا؟ کابلیار چی کرده؟ هیچ چیز هم نکرد است که فیدا شوی را میگیرم نه چیه؟ یکی از کابل میگیری یکی از قندار؟ واکش فیدا شو دویش میگیرم. فیدا میشه نام خدا فریمان از دخترها. نام خدا دختر زیاد از دشوار. بگرد یگان ببین یگان دختر به دل پیدا شد. ولی فخ چستم نوشته کسی. بخیر بلند میشی کلان میشی. که باشدم یکی ازی میگیرم یکی ازی چه فرق داره؟ هیچ فرق نمیکنه بر تو. میگه از یک کده یک کابل یک پشتو. دویش اندکات خود پشتو پارسی بگن. پشتو زبان پشتو یاد میکنه. پارسی زبان پشتو یاد میکنه. ترکی. مگم دو تا ایدگان بازق داری 4 تا. دو تا اگه واسش نداره. واسش نداری؟ اگه واسش داشته باشی از کجا میگیری؟ دبی. یه خواسته از دبی 4مش از کجا؟ جرمنی. بشکل. چقدر ساعت تو تیر باشه؟ نمیگویی تو. خید. در کجا شیشتی لما؟ در تیاره شیشته دیگه هم تو دل آواز گرفته 4 تا زن میگیره از 4 جای. بشکل. نام خدا. نام خدا به تو. شعر استی؟ نام خدا. بخیر اینو میرم بر ما بگو داینده چی کاره میشی؟ داینده میخوایم که معلم شوم مردم درس بدم. معلم شوم. رئیس جمهور نمیشی؟ رئیس جمهور نه. چرا؟ بس شوق زور نداری که رئیس جمهور. اگه رئیس جمهور شوی کل مملکت زیر دستت میباشه. نه اور چی کنم که بچه باشم دشمندار شم. بچه دشمندار میباشه. نه خوب. راست میگی. اما معلمی برات خوبه. نمی معلم باشم مردم درس بدم. یک چیز از ما یاد کنین ما زوا یاد کنم و از ما یاد. خارج خونه میری؟ خارج نه. خوش نداری؟ نه. هیچ. وطن خوبه؟ وطن خودم هست. خوبه نه دیگه؟ دی اینال نانک تا بخو بخیر برو که سفر دارین ما بریم بخیر از پیش. چه کار از بگو نان میخورون و تر است. تو 400 روپیه داری مده 400 روپیه تو من نان بخورم بیاد. هر چیز میخورون امر که پیسش ما میده. پیسش تو میدی؟ امر که خالی. چطور که تو بر من نان میخری ازی بگو. امی تو خیر اخلاق داری. اخلاق دارم. کدام گفت دیگه خونه است ان شاء الله. ایج دیگه دلم جمع باشه. بیغم باش. برو بیغم هستم. های برو اینجا یک دوره ما بزنم پس بیم که میمان هستم پیشت. برو خدا سه. برو وقتکت خوش. فما اینا قولم میت بیشک ولا فما خدخه تو میگن قنداریا چرا خم میگه خدا فما خدشه.